اجمل حقیقی بالاخره معلوم شد کجا رفت. خیانت بزرگ اجمل حقیقی به منیژه جمال، افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی اجمل حقیقی که اصلا باورتان نمی شود. اجمل حقیقی با همسر پاکستانیش بالاخره پاکستان را ترک کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اجمل حقیقی یکی از مدلان موفق، چهره مشهور رسانه‌ای در میان جوانان افغانستان بوده است. اجمل حقیقی کارهای فرهنگیش را از سن نوجوانی آغاز کرد و در یک خانواده کاملا متعصب و پشتون دیده به جهان گشود. ولی با استعداد فردی که داشت، اجمل حقیقی در افغانستان برندی از لباسهایش را ساخت. دختران و پسران نوجوان افغان نزد اجمل حقیقی و کارهای فرهنگیشان ادامه میداد. اجمل حقیقی در افغانستان چینل یوتیوب ساخت و برنامه‌های از جریان کارهای روزمره‌اش نشر می‌کرد. وی برای مدت 6 ماه از طرف گروه استخبارات طالبان زندانی شد. اجمل حقیقی در کشور پاکستان رفت و در آنجا با دوست و همکار دیرینه‌اش منیژه جمال و برنامه‌های فرهنگیش ادامه میداد. جدیداً اجمل حقیقی تصاویرش در صفحات مجازی نشر شد که وی بالاخره پاکستان را به مقصد جرمنی ترک کرد و خیانت بزرگ در حق همکارانش کرده است. منیژه جمال، دوست و عاشق اجمل حقیقی، در کشور پاکستان باقی ماند. بگو مگوهای وجود داشت که اجمل حقیقی در این اواخر با یک مدل پاکستانی ازدواج کرد، ولی معلوم نیست این خبر حقیقت داشته است و یا هم شایعات صفحات مجازی بوده است. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این جوان از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را به علای منان سپرده، بدرود.